جذاب‌ترین قسمت روز برای من غذا خوردنه. داشتم کارو جمع می‌کردم برم واسه شام که خبر بدی شنیدم. امشب شام نداریم. ولی گفتم خب حالا که امشب شام نداریم یه پیتزامون نشه. رفتم تو اسنپ فود که سفارش بدم، یهو به ذهنم زد بهتون یاد بدم تو انگلیسی چطور میتونی تو رستوران غذا سفارش بدی. پس اول بهتون توضیح میدم سریع، بعد غذا رو سفارش. ببین سفارش دادن غذا یه فرمول ساده داره. I اول جمله به اضافه will به اضافه have، اینجا به معنی خوردنه، به اضافه اسم غذا. فقط نکته ای که داره اینه که I و will رو باید مخفف بگی، یعنی نگی I will، بگی I'll. مثال ببینیم I'll have a pizza، من پیتزا سفارش میدم. برگر و سیب زمینی من چی شد؟ باشه اونم سفارش میدم. مثلا میخوای برگر و سیب زمینی سفارش بدی I'll have french fries with a burger. بدو من گشنمه. آخ تو کپشن برات 20 تا جمله آماده گذاشتم، بخونشون پستم لایک کن.